در روز گرامی داشته کوروش بزرگ پدر حقوق بشر به یاد داشته باشیم که میراث او فراتر از مرزهای جغرافیایی و زمان همچنان الهام بخش آزادی، عدالت و برابری است. کوروش با اعلان منشور حقوق بشر و آزادی ادیان الگویی ماندگار از حکمرانی عادلانه و احترام به انسانیت به جای گذاشت. ارزش‌های انسانی که او بنیان نهاد همچنان در دنیای امروز طنین انداز است و الهام بخش قوانین حقوق بشر.